از برادر عزیزم آمده. دوستان عزیز بیا باشید. پهلوان جمهوری ازبکستان بخشی پهلوان الان یک هفته صمیمی باشه. سعید جلال تمام کسب دارم بشه. دوستی جان برابر. فقط پهلوانان خوب در پهلوی دوستی بشینن. دوستی جان بیا دوستی. بیا دوستان عزیز اکنون نبرد مرکزی آغاز می‌یابد. آخر رشید ماجدوف پهلوان از جمهوری تاجیکستان بخشی پهلوان از جمهوری ازبکستان یک اشتر در اینجا گوش بگیرم ببینشو در اینجا بیا برادر او را اون طرف دو هم طرف گوش در اینجا گوش بگیرم. اشتر در کنورت با خورشید بگی دعوا نشود اما اشتر در کنورت جو شدگی اگه با آقای گیره سودی امانی گیره سودی بابایشم گیره ای سودی اگه میکنم سردوار کیت ای برادر یک طرف ای برادر هزار نفر نور بردار بیره همه را ببرون وقتی که پهلوانان ازبکستان با تاجیکستان میگرفت همه را ببرون. آن اکنون مخلصان عزیز دستگیری کنید مرکز مرکز محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری کشور همسایه ازبکستان روابط تاجیکستان و ازبکستان در سطح خوب قرار دارد. یک کوکب صمیمی به خاطر دوستی یعنی تاجیکستان و ازبکستان. این نبرد رفیقانه است، نبرد دوستانه است. تاجیکستان ازبکستان برادران قریب و تا امروز هم برادران خوب. بقى من ياك مرکزی مایدان گوش میگیره جوار میگیره مرکزی مایدان برادران عزیز گشت گذار نکنید اکا مرکز مایدان خورشید ماجد و باسه پهلوان
رقیب. باش هزارات همه مخلصان عزیز، این دو پهلوان در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در گشتن جدای جمهوری در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میان هم رقابت کرده بودند. این دو پهلوان یکدیگر را خوب میشناسند و از هنر یکدیگر باخبر هستند. حسین پهلوان از جمهوری ازبکستان، خورشید مجیدوف پهلوان از جمهوری تاجیکستان. فیضی توباتوف پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان. فیضی توباتوف یک بار آمده جای شد که فیضی توباتوف برو گشتگی. همین فضای ایدانه را شبکه تلویزیونی ورزش ثبت میکند. ببینید ورتالیت بالای سر همه ایمان آور برداری میشویم. داران جان برادر عزیز ما اگر ثبت کنند بسیار خوب است، ثبت نکنند فقط آور میبرد. مرکزی میدان بچه جان پهلوان، بچه جان هم گشتنی خوب بگیرد. ما پهلوان نوعی واسی است، پهلوانان نوعی واسی خوب گشتید میگیرد. اکو با پهلوانانی که در مقیاس جهان گشتنگیری میروند و یک دست 4 دقیقه گشتی نمیگیرند آنها را سیاه میگوییم. اکو پهلوانانی که در اینجا گشتی نمیگیرند و هم سیاهی خورد حساب میشوند. اگه جهانگیر 10 مرتبه اعلام کردیم که بودیم دیگه چی کنیم بریم. هر روزی هستم برای بسوی با موسیقی پهلوان موسیقی تازه گشتی گرفته است. اگر باشد یکان رقیب برآمد یک ماشین دیگر را باقی مانده است مخلصان.